1 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با رفت اجرای فرمان و سفارش‌های قبلا داده شده و اشتراک در سمیناری عمومی جمهوریوی کارتاشکا پروران به ناحیه‌های وادی رشت سفر کاری انجام داد. سردار دولت در ناحیه تاجیک‌آباد با کلکتیو آموزشگاه هنری تکنیکی رقم 39 واخورده به فعالیت آن شناس گردید. در رفت واخوری پرزیدنت مملکت راهبریت ناحیه را وظیفه‌دار کرد که در مهلت کوتاه‌ترین بیناهای باقی مانده آموزشگاه را ساخته به استفاده دهند. سپس امامعلی رحمان در میدان مرکزی ناحیه با مردم منطقه واخوری نموده آنها را با برنامه‌های مختلف حکومت که به بهبود حیات اجتماعی و سیاسی این منطقه کشور روانه شده است شناس کرد. در عرفیت همین خیلی گپی خوب است. جمال خوبرویان را خدا هم دوست می‌دارد. ما برای همین جمال شما قطعی، عقل رسای شما قطعی، باور کنید ملت تاجیک سزاوار حرمت و احترام بزرگی تمام مردم دنیا گردیدند. با این ما فخر می‌کنیم. فخر می‌کنیم که همین میدیدگی داریم. برای سالهای بود که ما در دوره اتحاد شوروی در ساحل بحر بالتیک و سیاه استراحت می‌کردیم، می‌گفتیم تاجیکیش کس ما رو نمی‌شناخت. تاجیک من بسیارتر میگن تو ارمنی یا گروزی. حاضر من حاجیای ما از مکه گشتن میگن که همین کسی که ما رو میخواد میگه که امامعلی فقط نام جناب عالی رو میگیرن. این ما بسیار منتدار که ما مردم تاجیک صاحب همین خیل سرور اوبرمان شده. من خدمت های شما در برگردانده آوردن گریزه های تاجیک این بها ندارد افکار. من همین اولاد ما گریزن ما در آخر عصر 17 گریزه شدیم از خط خوجه سرتیز یک قسم در اینجا ماندیم یک قسم دیگر ما در نوخات قرقیزستان دیگر کسی ما را سراغ نکرد پسی ما هم نگشتن. این کس گفتن در برای تا وقتی که یک فرد تاجیک در خارج کشور است من خودم را آسوده حساب نمیکنم. حالا فکر کنید